مولوی عبدالحمید بپرس، بزرگ سنی هم. خب تو ایران ایشون معتقده که ببینید خیلی حرف هاست که باید به گوش مردم برسه و میدونم شما هم نمیرسونید. ایشون در 15 سال 18 سال پیش که من شاهدم دارم پشت تلفن من گفت من اجازه نخواهم داد تو پات به صدا و سیما برسه. کی اینو گفت؟ مولوی عبدالحمید. اجازه نمیدم پا تو دانشگاه ها برسه، اجازه نمیدم حکومت اسلام ازت استفاده بکنه. و از موقعی که ایشون این حرفو زد تا الان ما هر روز یه مشکلی برامون درست شده. من نمیدونم مولوی عبدالحمید تو حکومت دستی داره، کسایی رو داره، قابل نفوذ هست، نفوذ داره تو قدرت. همه اونایی که ایشون تهدید کرد یکی یکی شد. من این سوال میخوام از سیستم نظام بپرسم، مولوی عبدالحمید آیا با شما هم قدرت هست یا نیست؟ ایشون گفت من شما رو خونه‌نشین میکنم و این کارو کرد. کرد. پس ما یه سوال